سلام گازوز خیلی قشنگی که بچه من خشم گیمر هستم. جمعی ویدیو آموزشی در مورد اینکه چجوری سیم پک رو دانلود کنیم و اونو وارد ماینکرافت خودمون بکنیم. بچه قبل از اینکه بریم سر ویدیو، اگه ویدیو رو این تو آپارات نگاه می‌کنید حتما ما رو دنبال کنید، ویدیو لایک کنید و کامنت هم بذارید. اگر دارید یوتیوب نگاه می‌کنید ما رو ساب کنید و در کنار ساب این کامنت انگلیسی بذارید که تو فکر نکنید شما رباتی و همینطور هم لایک کنید. خب حرف دیگه نمونده، اسکو به ویدیو. خب از جایی ما به این فایل نیاز ندیم که لینکش هم میذارم تو توضیحات، برید اونجا دانلود کنید، بازش میکنید و اون اکسترکتش کردید. این فایل همچین فایل بر شما درست میشه که این فایل برمیدارید ماینکرافت خودتون رو باز میکنید و میاد وارد ورژن میشی و این فایل رو وارد این قسمت کنید. بعد این فایل ببندید. ماینکرافت به من توصیه میشه که ماینکرافتتون رو ببندید بازنمرتره تا قشنگ وارد ماینکرافتتون بشه. بچه از نظر من سی پک بهتر از لونا، خیلی خوبه از نظر خودم. این داره توی بازی کردن هم سرعت دستم خیلی میره با سی پک بالا. حتما من سی پک رو به شما توصیه میکنم. لونا هم گذاشتم که چجوری دانلود کنید و استفاده کنید از اون. خب بچه دیگه تموم شد ویدیو آموزشیمون. بچه یادتون نره ما رو ساب کنید توی یوتیوب و لایک کنید و کامنت بذارید. بچه بهتون گفتم توی یوتیوب هم ساب کنید هم یه کامنت هم بذارید به انگلیسی که فکر نکنه یوتیوب شما رباتی و دنبالتون قبول بشه. و همینطور تو آپارات هم همین کار کنید، ما رو دنبال کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی